نگاه به مطبوعات. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات. به نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنونده ها و علاقمندان برنامه نگاه به مطبوعات. شنونده های عزیز، خوشحال هستم که باز هم حسیب العابد در خدمت شما عزیزان قرار دارم. می رویم نگاهی به رویدادهای یک هفته اخیر کشور و جهان می اندازیم. پس تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. در نخست از ولایت غزنی شروع می کنیم. نجات نزدیک به 300 تن از گیرماندگان برق در غزنی. همکارم رسولی گزارش می دهد. مسئولان محلی غزنی میگویند بر اثر بارش‌های پیهم برف در هفته گذشته و مسدود شدن شماری از راه‌های مواصلاتی، صدها تن از باشندگان در مناطق مختلف این ولایت با مشکلات جدی روبرو شده که توسط نیروهای امنیتی و ادارات مربوطه نجات داده شدند. به گفته آنان، نزدیک به 300 تن که به دلیل برف و سرمای شدید در راه‌های مسدود شده گیر مانده بودند، در نتیجه تلاش‌های مشترک نیروهای امنیتی، تیم‌های نجات و ادارات مربوطه به گونه موفقانه نجات داده شدند. در اثر برفباری‌های شدیدی که در ولایت غزنی در 4 گذشته جریان داشت، بعضی از راه‌های مواصلاتی متأسفانه مسدود شده بود که بعضی از هموطنان ما گیر مانده بودند. خوشبختانه توسط نیروهای امنیتی و تیم‌های امدادی بیش از 300 نفر که در برفباری‌ها گیر مانده بود نجات داده شدند و راه‌های مواصلاتی شماری از ولسوالی‌ها و شهرهای کابل قندهار مسدود شده بود که خوشبختانه با تلاش تیم‌های امدادی و کمیته اضطراری راه‌ها به زودترین فرصت باز گردید. آنان می‌افزایند عملیات نجات با وجود شرایط دشوار جوی به گونه دوامدار انجام شده و برای افراد نجات یافته کمک‌های اولیه ضروری نیز فراهم گردیده است. در همین حال شماری از باشندگان غزنی، رانندگان و مسافران نیز این اقدام نیروهای امنیتی را ستایش می‌کنند. اسلامی امارات پر خاک موږ ته همکاري کړې ده. عامه موټر موږ ته مثال لارې خلاصول، هغه موټر بیا خواته کول، وړم موټر بله خواته کول، خپله لاره موږ ته مسیر معلومولو. نو په هغه کې چې دی موږ سره زیات همکاري کړې ده. موږ د اسلامي امارات څخه ډېر ستایش کوو ځکه چې دی په ډېر تنګ وخت کې او په ډېرو مشکلاتو کې د موږ سره همکاري کړې ده. موږ یې دغه همکاري بس د ستایش وړ بولو او خدای دې وکړي چې همداسې تر پایه پورې د ملت په خدمت کې وي. د تیرې واوره په غزني کې چې وشوله، یعنی اسلامي امارت ډېر لاسرسی ورته وکړو، ډېر امکانات ولو کومک یې وکړو، خلک یې ډېر وژغورل. نو موږ شاهدان یو په دې باندې، ځکه میډیا هم په دې باندې شاهده ده چې په کوم ولایتو کې په تیارو باندې تیارې حتی یو تیاره وروستل شوله. مسئولان محلی از هموطنان می‌خواهند در فصل زمستان به وضعیت آب و هوا توجه جدی داشته باشند، از سفرهای غیر ضروری خودداری کرده و در حالات اضطراری به موقع با نهادهای امنیتی و کمک رسان تماس بگیرند. با منظور کاهش ازدحام و تامین نظم شهری، مدیریت ترافیک قماندان امنیتی ولایت غزنی در سطح شهر اقدام به تطبیق نظم ترافیکی نمود. در جریان این اقدام، موتورهایی که به گونه غیرقانونی در سرک‌ها توقف کرده و باعث اخلال در رفت و آمد شهروندان شده بودند، به مدیریت ترافیک انتقال داده شدند. 1575 تن از معتادین پس از تداوی به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند. همکارم ذکرالله رسولی گزارش را در مورد تهیه دیده است که با هم میشنویم. این پل در دل شهر غزنی موقعیت دارد، جایی که پیش از حاکمیت امارات اسلامی افراد معتاد در آنجا گرد هم آمده و مواد مخدر استعمال می‌کردند. باشندگان محل می‌گویند حتی شماری از این افراد در سرمایه زمستان جان می‌دادند و بدون نام نشان دفن می‌شدند. اما اکنون این پل خالی است و افراد معتاد به منظور تداوی به مراکز صحی انتقال داده شدند. باشندگان غزنی از اقدامات امارات اسلامی در بخش جلوگیری از مواد مخدر و تداوی معتادین استقبال و قدردانی می‌کنند. تا امروز خداوند خیرشون بده، تلاش کردن. 80% یا 90% که قبلا معتادی وجود داشت
حالا بسیار کم شده، به حدی رسیده که یعنی دیگه فکر کن یک منطقه که قبلا 20 نفر از 100 نفر حضور داشت حالا 5 نفر هم نیستن معتادین، خیلی کمتر شده. مخکې دلته مو تاسو لیدل چې متادین به د شپې په یخنۍ کې به دلته شپې ورځې تېرولې، حتی یخ به وژل مړه کول به. اوس الحمدلله دوی ته تداوی لاندې نیولي دي. مسئولان می‌افزایند که در سال جاری از شهر غزنی و ولسوالی‌های این ولایت 188 تن از افراد معتاد جهت تداوی جمع‌آوری شده و این روند همچنان ادامه دارد. به گفته آنان همچنان 1575 تن از معتادین پس از تداوی دوباره به خانواده‌هایشان سپرده شدند. د تیر یو کال په جریان کې موږ 188 معتادین د مختلفو ساحو د ولسوالۍ او حوزو څخه راجمعوري کړي دي او په دغه کې 1515 برته خپل کورونو ته د تداوی وروسته سپارل شوي دي. یوازې درملنه نه بلکې کورنۍ ملاتړ چې هغه هم د درملنې یوه نوعه ده چې باید دوی سره همکاري وشي، د کار په برخه کې دوی سره همکاري وشي، د جامعه خلک باید دوی سره مینه وکړي، محبت وکړي او دوی بیرته د ټولنې باور ترلاسه کړي. به باور عامه اگر برای افراد تداوی شده زمینه کار و مصروفیت فراهم نشود احتمال برگشت دوباره به مواد مخدر را دارد. مسئولان مراکز تداوی معتادین از تاجران و نهادهای کمک کننده می‌خواهند تا در این بخش همکاری کنند و نگذارند این قشر تازه بهبود یافته جامعه دوباره به دام اعتیاد بیفتد. و به نقل از خبرنامه قماندانی امنیتی ولایتی غزنی، منصوبین حوزه ششم امنیتی این ولایت 4 تن را در پی یک گزارش کشفی از ساحه کشک شهر غزنی بازداشت کردند. بر بنیاد معلومات 2 تن از افراد بازداشت شده فروشندگان شناخته شده مواد مخدر بودند که از مدت‌ها به این سو تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار داشتند و هنگام بازداشت همراه با 2 تن دیگر مصروف استعمال مواد مخدر بودند. از نزد متهمان 120 گرم تریاک و مقدار چرس به دست آمده است. 40 سرباز پس از آموزش‌های نظامی و عقیدتی در غزنی سند فراغت به دست آوردند. همکارم با شرح بیشتر این گزارش. به تعداد 40 تن سرباز امنیتی از مرکز تعلیمی قماندانی امنیتی غزنی فارغ شدند. این سربازان پس از سپری نمودن مدت 1 ماه آموزش در بخش‌های گوناگون نظامی و عقیدتی فارغ شده و سندهای فراغتشان را دریافت کردند. به گفته مسئولان این سربازان مربوط به حوزه ششم امنیتی قماندانی امنیتی غزنی هستند. آنان می‌افزایند این 5مین دوره است سربازان امنیتی پس از سپری نمودن دوره‌های آموزشیشان از این مرکز تعلیمی فارغ می‌شوند. تعداد سلویخت تنه د شپږمې حوزې مجاهدینو 5مه دوره وه. زموږ دته د جم نظام درسونه، د تکتیکي پولیس درسونه، د عملیاتو پولیس درسونه او د پولیسو برخورد د ملکي خلکو سره تدریس کړی دی. موږ کوشش کوو ترڅو خپل پرسونل هغه کساتونکي دي او که مسئولین دي په اداري کارو کې او په نظامی بخش کې مسلکی کړو. در همین حال سربازان فارغ شده نیز میگویند که در این دوره تعلیمی چیزهای زیادی آموختند، اما تاکید میکنند که زمینه آموزش‌های بیشتر نیز برایشان فراهم شود. لله الحمد ځانګړو استادانو لخوا تقریبا 10 ورځې زده کړې وکړلې، ابتدایي زده کړې د پولیسو هغه کې تکتیک د پولیسو، تخنیک د اسلحې ولو او دا رقم جم نظام ولو نور عقیدوي درسونه وو. موږ ان شاء الله زده کړې ترسره کړې دي او په آینده کې ان شاء الله نور زده کړې ته چمتو یو. الحمدلله موږ په دې باندې ډېر خوشاله یو چې په دې سړو ورځو شپو کې موږ د خپل استادانو سره یو ځای درسونه وویل او ښې زده کړې راته وکړې. د دې بعد موږ هر رقم زده کړو ته چمتو یو چې موږ خپله زده کړې وکړو او څه شی راته معلوم شي. مسئولان می‌افزایند که در 1 سال گذشته حدود 500 تن سرباز پس از تکمیل آموزش‌های عقیدتی و نظامی از مرکز تعلیم قماندانی امنیتی غزنی فارغ شده و این روند همچنان ادامه دارد. و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی مقام ولایتی غزنی، جلسه‌ای به منظور بررسی وضعیت توقفگاه‌های ترافیکی شهری به ریاست الحاج مولا عبدالصمد جاوید والی غزنی و مسئولان محلی این ولایت برگزار شد. در این جلسه والی غزنی به کمیته موظف هدایت داد تا مکان‌های مناسب را برای ایجاد توقفگاه‌های ترافیکی را شناسایی نموده و به منظور کاهش ازدحام ترافیکی در سطح شهر اقدامات لازم را به طور فوری روی دست گیرند. چاینکی، غذای سنتی و بومی غزنی همچنان به عنوان بخشی از میراث فرهنگی این ولایت حفظ شده است. همکارم ذکرالله رسولی در مورد گزارش می‌دهد.
چاینکی یکی از غذاهای سنتی و محبوب در میان مردم غزنی. این غذا با گوشت و مواد اولیه ساده در دسترس تهیه می گردد، اما طعم خاص و شیوه پخت سنتی آن باعث شده تا همچنان محبوبیت خود را حفظ کند. چاینکی خو یک ذره معمولا از دیگه غذاها کده کمی وقت زیاد میگیره، به خاطر از اینکه این اول چاینکی که گوشتش میده میشه، این خودش داخل چاینکی مفتح کده ناخوت و چیزا یا جوش میخوره که وقتی گوشتش نرم شد باز دیگه اونمو پیازش است که دنبش که ماشین میشه، مساله و چیزا کدش گرد میشه، بازی یا پخته میشه. وقتی که گوشتش نرم شد بازی داخلش که قاشق توزیع میشه، نمو خود چاینکی یا پخته میشه. پخته است، چاینکی پخته است. ذبیح الله که 25 سال است در تهیه این غذا مهارت دارد میگوید چاینکی یادگار پدران ما است. ما تلاش میکنیم این رسم را زنده نگه داریم تا نسل‌های آینده با غذاهای وطنی خود آشنا باشند. خود ما شخصا 25 سال است که چاینکی پخته می‌کنیم، چون از پدر بخش ما میراث مانده ای نسل به نسل این چیز رو پیش میبریم. چون ما غذاهای مختلف در اینجا داریم، چاینکی داریم، قابلی داریم، قرمه داریم، به اصطلاح کوفته قرمه‌ای داریم، اینا یخنی داریم. همین چاینکی مصرف زیاد است. نجم الدین میگوید چاینکی معمولاً با استفاده از گوشت و برخی مواد محلی دیگر تهیه شده و به روش سنتی در دیگ روی آتش آماده می شود که همین شیوه آهسته پخت راز مزه خاص این غذا می باشد. یک غذای وطنی سابقه افغانستان خود ما و شما به او اساس که این طبیعی پخته میشه، امروی قاشق زده میشه. 24 ساعت موادای از قبیل پیاز است، از قبیل رومی است و از قبیل گوشتش و اون یکان سیر امروی داره یا نخود امروی داره، مکملی امروی قاشق زده پخته میشه. باشندگان غزنی میگویند این غذای سنتی با طعم خاصی که دارد همیشه قابل استفاده آنان است. مصروف غذاخوری یکی از غذاهای عنعنوی کشور ما می باشیم که چاینکی است. چاینکی یک غذای خیلی خوب، سالم و خوشمزه است. مزه خاص خود داره. یکی در یک دیگ پخته میشه یک رقم مزه داره، در چاینکی که پخته میشه چون اوتالیو کس میشه خیلی کوشش مونن سرش تا حتی 2 دانه 3 دانه علی بخارا رو مندازن ما بینش که مزهش خوبتر شود. موږ ته دغه دود چې د له پلارو له نیکه راپاته دی، ما د ځوانانو ته هم دا خوښ دی چې تر ټولو دا چاینکي ښه خوراک دی او د دې چاینکي یېره نه کړي. از سوی هم ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی میگوید که حفظ غذاهای سنتی بخشی از پاسداری از هویت ملی است. آنان تاکید میکنند که معرفی و ترویج چنین غذاهایی میتواند نسل جوان را با فرهنگ و رسم و رواج‌های گذشته بیشتر آشنا سازد. اړتیا ده ترڅو هغه طبیعي او سیمه ییز خواړه همدارنګه اصیل فرهنګ راتلونکي نسلونو ته ورسول شي. زه باور لرم چې دا به زموږ د ټولنې بالخصوص د اطلاعات فرهنګ ریاست دنده وي ترڅو راتلونکي نسلونو ته دا ورسوي. قابل یادآوری است که امروزه چاینکی به عنوان یک غذای اصیل و خاطرانگیز پخته می شود. غذایی که نه تنها شکم را سیر می کند بلکه یادآور سنت‌های دیرینه مردم ماست. و همچنان قماندان امنیتی غزنی با نشر خبرنامه گفته است که نیروهای امنیتی 8 تن را در رویدادهای گازگرفتگی در ولایت غزنی نجات دادند. این رویدادها شامل 5 تن در مارکت تجارتی شهزاده ساحه بزازی شهر غزنی و 3 کودک در قریه خاشهای ولسوالی خوگیانی می باشد. همه افراد پس از نجات به شفاخانه ولایتی غزنی منتقل شده و وضعیت صحی آنان قناعتبخش گزارش شده است. پیشتر نیز 2 شاگرد مدرسه در قریه غریب قلعه ولسوالی خوگیانی پس از گاز گرفتگی توسط نیروهای امنیتی نجات یافته بودند. فراغت 233 تن از دوره 5 هفته‌ای آموزش دروس ترافیکی در غزنی. همکارم با جزئیات بیشتر. برای حدود 230 تن از کارمندان ادارات مختلف اماراتی و برخی از شهروندان یک دوره آموزشی 5 هفته‌ای دروس ترافیکی در ریاست زراعت، آبیاری و مالداری غزنی برگزار گردیده بود. مسئولان میگویند برگزاری چنین برنامه‌های نقش مهم در کاهش ازدحام ترافیکی، جلوگیری از حوادث سرک و ایجاد نظم بهتر در رفت آمد وسایل نقلیه دارد. به گفته آنان، آگاهی شهروندان از اصول ترافیکی میتواند بخش بزرگ از مشکلات ترافیکی در شهر را حل کند.
هدف مو جنیده و در څو پورې اما په هوای موږ خلکو ته ورکو بازار کې ازدحام او ترافیکي حادثې د ټولو مخنیوي ورسره وشي نو په دې خاطر مو دغه برنامه ورته ایجاد کړې وه. غزنی ولایت چې دا هغه یو ستراتیژیک ولایت او د کابل او هرات او کندهار په مسیر پروت ده. موږ تاسو سره وخاورو چې په اکثره ځایونو کې ترافیکي پیښې سوي نو دا یو ډېر مهم رول لري او ډېر اړین و ځکه موږ دغه ترتیب برابر. در همین حال شماری از افراد فارغ شده نیز میگویند که آموزش‌های ارائه شده برای آنان بسیار مفید بوده و تاکید میکنند که تطبیق قوانین ترافیکی از سوی همه شهروندان میتواند در کاهش ازدحام و تأمین مسئولیت عامه مؤثر واقع شود. خواندن دروس ترافیکی و آگاهانه رانندگی کردن مسئولیت‌های شهروندی ماست و همچنان هدف اصلی برای خواندن دروس ترافیکی و آگاهانه رانندگی کردن هدف اصلی این است که ازدحام ترافیکی کم شود و حوادث ترافیکی کمتر شود در سطح غزنی و همچنان در سطح افغانستان. بسیار یک امر ضروری و یک سند ضروری می باشد که را باید هر شهروندی هر درایوری که میخواهد رانندگی کنه و در جامعه مثلا تاکسیوانی کنه یا بار انتقال بده بسیار مؤثر تمام میشه. به گفته مسئولان ترافیکی غزنی در جریان سال جاری برای تعداد 7000 تن در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت جواز رانندگی توزیع کردند که این امر در جلوگیری از حادثات ترافیکی و نظم شهری رول مهم خواهد داشت. و همچنان در هفته روان کمیسیون جمع‌آوری و جلوگیری از تولید و عرضه اجناس طارق گذشته تقلبی و بی‌کیفیت تحت ریاست صنعت و تجارت ولایت غزنی در ادامه فعالیت‌های نظارتی خویش از ساحه کوچه شامیر مرکز شهر غزنی نظارت به عمل آورد. در نتیجه این بررسی‌ها از دکاکین و عمده فروشی‌ها به تعداد 13 قلم مواد خوراکی و غیر خوراکی جمع‌آوری گردید. و دشمنی و اختلافی که از 5 سال بدین سو میان دو خانواده در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی جریان داشت سرانجام با پادرمیانی مسئولان محلی و بزرگان قومی به صلح و دوستی انجامید. این منازعه که ریشه در یک موضوع خانوادگی داشت پس از تلاش‌های پیهم مسئولان ریاست امور سرحدات اقوام و قبایل ولایت غزنی و همکاری کمیسیون حل منازعات و بزرگان قومی به گونه مسالمت‌آمیز حل و فصل گردید. طرفین با ابراز رضایت خصومت گذشته را پایان یافته اعلام کرده و از تلاش‌های انجام شده قدردانی نمودند. و قماندان امنیه ولایت غزنی اعلام کرده که 5 تن افراد معتاد به مواد مخدر در شهر غزنی جمع‌آوری شده است. بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه غزنی، نیروهای حوزه اول امنیتی در هفته روان این افراد را از ساحات مربوطه جمع‌آوری نموده و به منظور تداوی به کمپ صحی 500 بستر مدیریت مبارزه با مواد مخدر این قماندانی منتقل کردند. و 2 تن به اتهام تلاش برای سرقت در ولسوالی گیلان ولایت غزنی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گفته مسئولان امنیتی این افراد هنگام تلاش برای سوراخ کردن بم یک صرافی در بازار جنده ولسوالی گیلان شناسایی شدند. نیروهای امنیتی که در حال گشتنی بودند یکی از متهمان را در محل بازداشت کردند و متهم دوم پس از فرار در ادامه عملیات امنیتی دستگیر شد. گفته می شود متهمان پیش از این با مراجعه به صرافی و تبادله مقدار پول وضعیت محل را بررسی کرده بودند. و الحاج مولا حمیدالله نثار رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی به همراه هیئت فرهنگی از 3 رسانه خصوصی فعال در این ولایت بازدید و فعالیت‌های نشراتی آنها را بررسی کرد. رئیس اطلاعات و فرهنگ بر نقش رسانه‌ها در انتقال فرامین رهبری امارت اسلامی به مردم و بازتاب مشکلات شهروندان به مسئولان حکومتی تاکید کرد و حمایت امارت اسلامی از رسانه‌ها را مورد تاکید قرار داد. مسئولان رسانه‌های خصوصی نیز ضمن قدردانی از همکاری‌های ریاست اطلاعات و فرهنگ تعهد کردند که نشرات خود را مطابق پالیسی امارت اسلامی پیش برده و منافع ملی کشور را در نظر گیرند. و مولوی حسیب الله صاحبزاده رئیس ارتباطات خارجه وزارت معارف در سفر رسمی خود به غزنی با مولوی میر نصیر احمد حسینی رئیس معارف این ولایت دیدار و درباره وضعیت آموزش، دستاوردها و چالش‌ها بحث کرد. تمرکز نشست بر فعالیت‌های مؤسسه‌ای وایفا و هماهنگی‌ها و مشکلات موجود بود. طرفین بر بررسی مسائل مطابق قوانین و طرز العمل‌های وزارت معارف
و اتخاذ اقدامات لازم برای حل آن تاکید کردند. مولوی حسیب الله صاحبزاده ضمن قدردانی از مسئولان ولایت از هماهنگی با نهادهای مرتبط برای پیگیری موضوع اطمینان داد. و در هفته روان ریاست صحت‌عامه ولایت غزنی از آغاز کمپاین 4 روزه واکسن پولیو در مرکز و 15 ولسوالی این ولایت خبر داده است. با گفته دکتر بصیر احمد ثابت امیر معافیت کتلوی این ریاست در جریان این کمپاین حدود 407600 کودک زیر 5 سال واکسن پولیو دریافت می‌کنند. مسئولان صحت‌عامه تاکید کردند که در 4 سال گذشته هیچ مورد مثبت پولیو در ولایت غزنی ثبت نشده است. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی در سال 2025 میلادی 10 مورد مثبت پولیو در سطح افغانستان گزارش شده بود. و همچنان در هفته روان 2 تن به اتهام سرقت از یک منزل مسکونی در ساحه حسن آباد مربوط حوزه 4 امنیتی شهر غزنی بازداشت شدند. بر اساس گزارش متهمان هنگام تلاش برای سرقت 2 تن را با چاقو زخمی کردند. نیروهای امنیتی حوزه 4 با رسیدن به موقع هر 2 سارق را بازداشت نمودند. بازداشت شدگان جهت تحقیقات بیشتر به مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیتی ولایت غزنی سپرده شدند. و 3 تن به اتهام تلاش برای سرقت در ولسوالی اجرستان ولایت غزنی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به نقل از خبرنامه قماندانی امنیتی غزنی این افراد در هفته روان در قریه عباسخیل ولسوالی اجرستان زمان بازداشت گردیدند که قصد داشتند وارد یک منزل مسکونی شوند. نیروهای امنیتی پس از دریافت گزارش به موقع به محل رسیده و متهمان را پیش از رسیدن به هدفشان دستگیر کردند. مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت‌عامه امارت اسلامی افغانستان با عبدالرحمن عطاش رئیس شرکت انکشاف ملی در دفتر کاریش دیدار کرد و در پیوند به تصریح روند تکمیل کارهای نیمه تمام شفاخانه حوزوی غزنی گفتگو نمود. در این دیدار قاری عبدالولی صدیقی معاون مالی و اداری وزارت صحت‌عامه، رئیس صحت‌عامه غزنی و شماری از مسئولان محلی نیز حضور داشتند و پیرامون تکمیل هرچه زودتر کارهای باقی مانده این شفاخانه بحث صورت گرفت. وزیر صحت‌عامه تاکید کرد که با تکمیل این پروژه روند ارائه خدمات صحی در ولایت غزنی تقویت خواهد شد. همچنان در این نشست در مورد تسریع بهبود و شفافیت کارهای برخی پروژه ها و تعمیرات نیمه تمام صحی که از سوی شرکت انکشاف ملی تطبیق می شود گفتگو شد. رئیس شرکت انکشاف ملی اطمینان داد که پروژه های یاد شده به گونه منظم و در زمان تعیین شده تکمیل خواهد شد. و همچنان در هفته روان قماندانی امنیتی غزنی اعلام کرده است که بر اثر استفاده نادرست از گاز آتش سوزی در یک دکان واقع در منطقه کلاه سبز شهر غزنی رخ داد. با گفته مسئولان تیم مسلکی مدیریت اطفائیه به موقع به محل اعزام شده و آتش سوزی را به گونه کامل مهار کرده است. در این رویداد تلفات جانی گزارش نشده و با اقدام سریع نیروهای اطفائیه از گسترش آتش سوزی و وارد شدن خسارات سنگین مالی جلوگیری شده است. قماندانی امنیتی غزنی همچنان از شهروندان می‌خواهد تا در استفاده از گاز و وسایل گرمایشی اصول ایمنی را رعایت کنند. و همچنان قماندانی امنیتی غزنی با نشر خبرنامه گفته است که 6 تن به اتهام جرایم مختلف بازداشت شدند. بر بنیاد معلومات نیروهای محافظت از شارع 2 تن را در نزدیکی دروازه شاروالی شهر غزنی بازداشت کردند که از نزد آنان 2 کیلو 938 گرم مواد مخدر نوعی چرس کشف شده است. گفته می شود این افراد قصد انتقال مواد یاد شده را از ولسوالی گیلان به شهر غزنی داشتند و برای بررسی‌های بیشتر به مدیریت مبارزه با مواد مخدر سپرده شدند. همچنان 4 تن دیگر که با ساز و آلات موسیقی از مرکز غزنی به سوی ولسوالی قره‌باغ در حرکت بودند توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت طی مراحل قانونی به ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر معرفی شدند. و نیز دومین پیروزی شیرین ملی پوشان فوتسال افغانستان در جام ملت‌های آسیا. تیم ملی فوتسال افغانستان در دومین دیدار خود در رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیای 2026 با بازی نمایشی و قدرتمند تیم مالزیا را با نتیجه پرگل 7-0 شکست داد. با این پیروزی قاطع ملی پوشان افغانستان دومین برد پیاپی خود را در این رقابت‌ها به ثبت رساندند. و ریاست غزنی برشنا اعلام کرده است که ترانسفورمر ساحه قلعه امیر محمد خان این ولایت افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. این پروژه با هزینه حدود 4 میلیون افغانی اجرا شده و با نصب ترانسفورمر 400 کیلوولت آمپر
بیش از 300 خانواده از برق بهره‌مند شدند. مسئولان این ریاست ضمن تبریک افتتاح این پروژه به اهالی محل بر حفاظت از تجهیزات برقی، مصرف بهینه برق و پرداخت به موقع بیل‌ها تاکید کردند. شنونده های رادیو ملی غزنی و علاقمندان برنامه نگاه به مطبوعات، این بود از آخرین رویدادها و تحولات اخیر در ولایت غزنی. سر میزنیم به ولایت های دیگر کشور. وزارت دفاع ملی میگوید نیروهای هوایی کشور 4 فرد گیرمانده در برفکوج در منطقه شیوه از مربوطات ولسوالی ارغنجخواه ولایت بدخشان را نجات دادند. به گفته این وزارت، افراد مذکور توسط هلیکوپتر نظامی به مرکز ولایت بدخشان منتقل شدند و وضعیت صحی آنان نیز قابل اطمینان است. قالین افغانستان در نمایشگاه بین المللی قالین استانبول مقام نخست را در بخش بهترین دیزاین به دست آورد. همکارم در مورد گزارش را تهیه دیده است که با هم میشنویم. قالین‌های افغانی در بخش بهترین دیزاین در نمایشگاه بین المللی قالین استانبول 2026 مقام اول را از آن خود کرده است. در همین راستا شمار از مسئولان امارت اسلامی ضمن سخنرانی در نشستی که از سوی اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین افغانستان در کابل برگزار شده بود گفتند که قالین میراث پر افتخار و باستانی افغانستان است که افغانستان را به بازارهای جهانی مطرح کرده است. آنان همچنان اطمینان می‌دهند که امارت اسلامی و بخش خصوصی علاوه بر فراهم کردن فرصت‌های شغلی تلاش می‌کنند تا موانع موجود در مسیر صادرات را نیز برطرف کنند. تمام تلاش نظام است که موانع ترانزیتی برداشته شود، بازارهای بین المللی شناسایی شود تا صادرات قالین ما بتانه به امو حد کمال خود به او اهداف و او مقاصد راهنمون شود. دا دنیا ته خو درسي داخل ډیر با استعداد نور استعدادونو مستکی کنن لس قسمه جوړه ده راتلونکي کال ته بیا 100 قسمه جوړولای شي او دا دې هم دنیا ته یو الهام ورکوي چې نه یوازې د قالین په بخش کې بلکې په هر صنعت کې په هر بخش کې افغانان با استعداد خلک دي ا د وخت په تیریدا سره بیا به 200 دښمن به ټول مني. مسئولان اتحادیه صادر کنندگان قالین میگویند که در این نمایشگاه قالین‌های 19 کشور جهان به نمایش گذاشته شده بود که قالین‌های افغانستان از نظر طراحی زیبا مقام اول را کسب کردند. آنان میگویند که امارت اسلامی از آنان حمایت همه جانبه کرده است، اما باید به این بخش توجه بیشتر صورت گیرد. قالین افغانستان فقط یک فرش نیست. قالین روایتگر فرهنگ ماست. قالین تاریخ خاموش ماست. قالین زبان بی‌صدایی زنان زحمتکش این سرزمین ماست. او نن خوشبختانه دغه قالین د ډیرو محدودیتونو سره او د ډیرو ننګونو سره نه یو ځل نه دوه ځل حتی په لساو ځل اول مقام لري. مسئولان اتحادیه تولید و صادرات قالین افغانستان میگویند که در گذشته این صنعت محدود به ولایت‌های شمالی کشور بود، اما خوشبختانه اکنون به بسیاری از ولایت‌ها از جمله ننگرهار، غزنی و پکتیا گسترش یافته است. و ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی رئیس الوزراء با معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ترکمنستان در هرات دیدار و درباره پروژه‌های تاپی، تاب، خط آهن و برق، گسترش تجارت، همکاری‌های بانکی، ایجاد فرصت‌های کاری و مدیریت مشترک پروژه‌های اقتصادی گفتگو کرده است. ملا عبدالغنی برادر آخوند از طرف ترکمنستانی خواسته تا موقف نهایی خود را در مورد پروژه ساخت خط آهن ترغوندی هرات روشن سازد، زیرا به گفته وی قزاقستان نیز برای تطبیق این پروژه ابراز علاقه‌مندی کرده است. شنونده ها و علاقمندان برنامه نگاه به مطبوعات، این بود از آخرین داشته ها و رویدادهای اخیر ولایت غزنی و کشور. سری میزنیم به رویدادهای خارج کشور. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که در عملیات هفته روان جنبش آزادی بخش بلوچ در نقاط مختلف بلوچستان 15 نظامی پاکستانی کشته شدند. این رسانه ها همچنان ادعا کردند که 92 تن از آزادیخواهان بلوچ نیز در این درگیری ها کشته شدند. گفتنی است که جنبش آزادی بخش بلوچ در هفته روان از آغاز عملیات حروف 2 علیه حکومت و اردوی پاکستان در بلوچستان را اعلام کرده و روز نخستین عملیات حملات شدید را به تأسیسات دولتی و نظامی در شهرهای مختلف از جمله کویته انجام دادند. سید علی خامنه‌ای رهبر ایران روز یکشنبه هفته روان هشدار داد که اگر امریکا دوباره با این کشور جنگ به راه بیاندازد، این جنگ منطقه‌ای خواهد بود.
خامنه‌ای با بیان این که امریکا به منابع ایران چشم طمع دارد تاکید کرد ملت ایران به کسی که طمع داشته باشد و بخواهد حمله کند مشت محکمی خواهد زد. شنونده های رادیو ملی غزنی و علاقمندان برنامه، این بود از آخرین داشته ها و رویدادهای اخیر غزنی، کشور و منطقه. امید است که تا این لحظه ما را همراهی کرده باشد. تا برنامه بعد که بازم من حسب العابد در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. شما را به خداوند به همتا و مهربان میسپارم. پیروز، شادمان و کامگار باشین. الله نگهدارتان. نگاه به مطبوعات. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات.